1000 میلیارد تومان. اینم من باید یه توضیحی بدم. ببینین اونا دزد بودن، کار دزدیه، گرگ بودن، کار گرگ حمله به گله است، دریدن گوسفند است، از اونها انتظاری نیست. ولی صاحبان فیشان حقوقی چوپان بودن، از اونها انتظار نمیرفت که دستبرد بزنن به بیت المال، از اونها انتظار نمیرفت که دست درازی کنن به اموال عمومی، ولی اونا دزد بودن. باشون هم برخورد شد، بعدش هم گرفتنشونو به حتی اعدامی هم داشت. حداقل ما در مورد خودمون بگم، ما قبل از همه به مسئله 3000 میلیارد پرداختیم، سندش هست. این که چقدر بردن مطرح نیست. حالا من روز میخوام یه مثالی بزنم. میگن تو رستورانی که مدیر رستوران صدای کرد، گفتش که ببین مگس توی سوپه. گفت ای آقا مگه این سوپ، مگه این مگس چقدر سوپ میخوره؟ گفت آقا موضوعی نیست که چقدر سوپ میخوره، موضوع این که این نشون میده که این رستوران آلوده است. ببینید وقتی که میگیم مبلغ در درجه بعدی اهمیته، مسئله اصلی اینه که کسانی که حقوقهای 10 میلیونی میگیرن هرگز به فکر مردم نیستن. آقای شهرمداری، فقط این بحث فیشای حقوقی در این دولت بود؟ چرا اون دولت شما ساکت بودید؟ فوری میسپارید. بنابراین شما همون رئیس دولتی که شما طرفدارش بودید، در مقطعی که رئیس شهرداری و شهرداری تهران بود، بدترین فجایع مالی در شهرداری تهران اتفاق افتاد و شهردار بعدی اومد اسنادش هم آورد، شما حاضر نشدید مطرح کنید. چرا بحث فیشای حقوقی رو در ادوار مختلف مطرح کردید؟ فساد فساده. من گفتم فساد زمان و مکان نمیشناسه. رئیس دولت قبلی اومد گفتش که من دو مدیرانم خط قرمزم. آقای روحانی رئیس دولت فعلی اومد گفتش که من هیچ خط قرمزی نمیشناسم، اگر کسی انحراف داشته اشتباهش باش برخورد میشه. به معاون اول رئیس جمهور هم دستور داد، نشستن آیین‌نامه رو تنظیم کردن، خاطیان رو باش برخورد کردن، اگه خاطی دیگه هم باشه باش برخورد میکنن. ببینید اگر قراره که ما حرف حق رو، کلمت الحق یراد و حل باطل بزنیم، خیلی راحت میتونیم عدالت رو هم زیر کنیم، عدالت رو قربانی کنیم. عدالت، ببینید شما عدالت مهمترین عدالت ابزار تقواست. یعنی عدالت بدون، یعنی تقوا بدون عدالت مفهوم پیدا نمیکنه. همین مسائل و مسائل مالی حقوق‌های کلان در دولت قبلا بود. اطلاع هم داشتید. بسیاری از مفاسد مالی وجود داشت. 700 میلیارد دلار پول این مردم به غارت رفت. کجا رفت این پولا؟ خب مردم سوال دارن. همین الان بنده به شما پیشنهادی میدم، شما فردا تو روزنامه‌تون همین رو انجام بدید. به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی از آغاز تحریم شروع کردن پولا رو از این مملکت خارج کردن، به این اعتماد کردن، به اون اعتماد کردن، پول به این دادن، به اون دادن. زیر نظر سران ثقافت یک کمیته تنظیم بشه، کمیته درست بشه، رسیدگی کنه این پولا کجا رفته. این پولا در اختیار کی بوده؟ بابک زنجانی چجوری به وجود اومد؟ وقتی که تحریم به وجود اومد، وقتی که قانون وجود نداشت، دست عده بسیط‌الید شدن، نتیجهش این شد که فساد به وجود اومد. دولت آقای احمدی نژاد در دور اول و اواسط دور دوم دولتی بود که شماها انگوش کوچیکش هم نمیشین از لحاظ خدمتی که به مردم کرد. اون نظر شما. حالا به حال من دارم میگم این دولت از اون موقعی دچار انحراف شد که مثل اصلاح طلبها شد.